با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. قرار بود ما این پیام رو دیروز نشر کنیم، ولی با این دلیل که دیروز تمام تملقکاران رئیس جمهور او را تبریک میکردند و به آسمان هفتم میبرداشتند، تصمیم گرفتیم پیام تبریکاتی خود را یک روز دیرتر نشر کنیم. چون از آن بلندی که دیروز امام علی رحمان را تملقگران برداشتند، شنیدن پیام ما برایش مشکل میشد. جناب رئیس جمهور، اینک شما 24 سال است که در صدر دولت تاجیکان قرار دارید و سال از سال اداره آن را بیشتر به قبضه خود میگیرید. شما یک کشور را به مال شخصی خود تبدیل داده اید و مردمش را هم قریب سراسر غلام خود و خانواده اتان کرده اید. هر کسی به این غلامی تن نداد دشمن و خائن ملت اعلان شده اند. گویا ملت شما باشید. یک کشور و 8 میلیون مردم آن 24 سال است که رو به تنزل نهاده اند و سال از سال حالشان بدتر می شود. با وجود تعریف هایتان از پیشرفت های تاجیکستان که در پیام هایتان صدا می دهد، خودتان هم می دانید که کشور هیچ پیشرفت نکرده، برعکس رو به نابودی است. اگر نمی دانید ما برایتان خاطر رسان می کنیم که افزودن ماشین های سبکرو، تلفن ها، یخدان و دیگر اسباب‌های روزگار در مقایسه با زمان شوروی یا از زمین حاصل تربوز و خربوزه و کدو و سبزی و پیاز و کارتوشکا گرفتن دهقانان پیشرفت و دستاورد حساب نمی‌شوند. خوب، ما نمی‌خواهیم الان در این باره صحبت کنیم. آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. از خدمت‌های شما هم نمی‌گوییم، آنها را هم همه می‌دانند. واقعا شما در آمدن صلح و وحدت به کشور سهم داشتید، چون یک طرفی آن بودید، ولی آن سهمی که گذاشتید و زحمتی که برای صلح کشیدید میلیون‌ها برابر از بینی مردمی بیچاره کشیدید. طرف دیگری صلح را پرره ترور کردید و نشانی از وحدت در کشور باقی نماند. تمام منصب‌های دولتی را به خانواده و نزدیکان و همدیهه‌هایتان تقسیم کردید. دورترین خویش شما از حساب غارت مردم بیچاره میلیونر شد. چی رسد به فرزندان و جیان و خسور بچه هایتان؟ ولی موضوع پیام ما این هم نیست، چون این را همه میدانند از جمله خودتان. جناب رئیس جمهور، شما باید 20 سال قبل استعفا میدادید. آن وقت نامتان در تاریخ چون رئیس جمهوری صلح‌آور میماند و برای عصرهای عصر قهرمان میبودید. ولی این کار را نکردید و هر روزی حکومتتان نامتان را سیاه‌تر میکند. این که تملقکارانتان شما را تعریف و توصیف میکنند و به درجه شاهی برآورده اند و بهترین رئیس جمهوری دنیا میخوانند، خودتان هم میدانید که دروغی بیش نیست. از دروغشان هم بگذریم. شما میدانید که برابری از حکومت رفتنتان خواه مثل کریموف و خواه مثل قذافی همین گروهی که الان شما را به آسمان هفتم برداشته است به قعر زمین خواهد کشید. شما یگان دوست ندارید. این را خودتان هم میدانید. ما مطمئنیم که شما شبها درست خواب نمی کنید و هر لحظه عمرتان با ترسی از دست دادن حکومت یا ترور شدن از طرف درباریانتان میگذرد. شاید حتی به فرزندانتان اطمینان ندارید. شما به سن 64 رسیدید. در این سن مردم به نفقه می روند تا در پیری دمی بیغم زنند. البته به نفقه رفتن شما برایتان خطری کلان دارد. ما این را میفهمیم. خودتان هم و همه میدانند. بنابراین ما به شما پیشنهاد داریم همراه با خانواده و خویش و تبارتان یک جزیره را در اقیانوس آرام بخرید و از حساب پولهای غارت کرده اتان چی مقداری که تا آخر عمر به خودتان و فرزندانتان و نبیرگانتان میرسد بردارید و این ملت مظلوم بیچاره را رها کنید. باور کنید هم خودتان آسوده خواهید شد و هم 8 میلیون تاجیک خوشبخت می شود. ما می فهمیم که حکومت شیرین است و تملق و سجده درباریانتان از آن شیرین تر. ولی این حکومت ابدی نیست. یک روز پایانش فرا می رسد. خواه بعد 10 سال باشد و خواه بعد 10 روز. ولی آن وقت دیر خواهد شد. خودتان شاهدید که عاقبت خودکامگان مثل شما با چی می انجامد. ولی شما هنوز هم شانس نجات یافتن و کمی سفید کردن نامتان را در تاریخ دارید. اگر این کار را کردید از شما چون رئیس جمهوری که از عهده کار نبرآمدنش را اعتراف کرد و به مردمش شانس دیگر داد یاد خواهند کرد.
гузашта аз ин шумо ин миллати бечораву сарсонро ки дар тӯли таърих рӯзи хушро кам дидааст хушбахт мекунед. шояд миллионҳо мазлум ки имрӯз барои заволи ҳукумататон дуо мекунанд он вақт барои оқибати хайратон дуо кунанд. бо умеди ин ки соли оянда зодрӯзатонро бидуни мардуми тоҷик ва дур аз тоҷикистон ҷашн хоҳем гирифт. ҳайати эҷодии Паёмнет.